برای زنده نگاه داشتن نام و پیکار و خدمت‌های شایسته فرزند و فرزندانی که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان خدمت کردند از طرف پیشوای ملت نام چندین فرزانه ملت زنده و از دیگر به قدر و منزلت آنها رسیده شد. طوری ما می‌دانیم از قبلا در دوران صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان خدمت‌های تاریخی اسماعیل سامانی، تیمور ملیک، سپیتامین، دیواشتیچ، واسه، باباجان غفوروف، میرزا ترسونزاده، صدرالدین عینی زنده کرده شد که این اقدامی که دیروز به عمل آمد اقدام‌های بسیار نوبتی و سازنده پیشوای ملت به حساب می رود که آن پیش از همه در جامعه علاوه خصوص در بین نسل نورس باز یک بار دیگر روحیه وطن دوستی، خویشتن‌شناسی و احترام گذاشتن به شخصیت‌های معتبری که برای رشد و نموی تاجیکستان عزیز خدمت میکنند آورده میرساند. و حادثه که دیروز به میان آمد باز یک بار دیگر گواهی از آن میدهد که خلق شرفمند تاجیک با سرداری پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به قدر و منزلت آن شخصیت هایی که برای بنیاد جمهوری تاجیکستان برای رشد و رونق ساحه های گوناگون آن در همین دور زمان ها خدمت میکنند از مد نظر در کنار نمیمونند و دیروزه به وطن آوردن یک مشت خاک آن شهیدانی که با نام تاجیک با نام خلق تاجیک برای جمهوری تاجیکستان برای بنیاد جمهوری تاجیکستان برای زنده نگاه داشتن عنعنه‌های نیک کشور عزیزمان خدمت کردند این باز یک بار دیگر گواه آن است که این ابرمردان به وطن اجدادی خود برگشتند و امروز ارواح آنها یا پیکری آنها آرام است که قطاری چندین ابرمردانی که برای بنیاد این سرزمین اجدادیمان خدمت کردند نام و پیکار آنها نیز قطار آنها امروز قرار گرفت.